این هفته خبر تو خبر داره براتون از اضطرابی که عظما رو زمینگیر کرده و حتی صدای بوفالوی ولایت رو هم در آورده. کمبودها و ناترازیها هم وضعیت داخلی زندگی ما رو دچار اضطراب کرده. مردمی که اینقدر در تحت فشار از نظر زندگی باشن و روز به روز بر این فشار افزوده بشود، طبیعی است دیگه این مردم یه روز میبرن دست از این نظام میکشن. از این هشدارات تو نظام ولایت فراوونه. ببینید زرشکیان از ترس کتک خوردن به چه روزی افتاده. ما اگه قدر جمعیتمون رو، زمینمون رو، آبمون رو، خاکمون رو، جوانانمون رو، مردممون رو ندونیم، خب طبیعیه چه بلایی سر ما میاد. و اگر ندانیم با این مردم بر اساس چه مقرراتی، چه چارچوبی، چگونه باید برخورد بکنیم، طبیعتاً کتک میخوریم. این همون پزشکیانیه که حالا از ترس به چه اعتراف درمانی هایی رو آورده. حالا بشنوید از خرچنگ ولایت که مثل همیشه تقصیر بی‌آبی رو انداخته به گردن مردم. گروهی معصیت کنن خدا هم بارونشو میگیره. به صراحت این روایت دیگه صریح در قصه باران که گناه اثر داره رو به خدا. این یکی امام جمعه خامنه‌ای هم که میدونه عظما تو چه بنبستی گیر کرده، اینطوری میخواست سر بسیجی‌ها رو شیره بماله. مسئله آب در کشور ما باید به طور جدی مورد توجه قرار بگیره. البته مردم باید بدونن که این امر مثل بسیاری از بحران‌های دیگر راه حل داره، بنبستی در کار نیست. راه حلی که آخوندا ازش حرف میزنن احتمالاً یه چیزی تو این مایه هاست. این هم راه حل مسخره یکی از نوچه‌های خامنه‌ای. به ما دستور دادن با 1 لیتر آب وضو بگیرید، با 3 لیتر آب، با 4 لیتر آب غسل کنید. حالا ما در عملمان چقدر داریم هدر میدیم. تا شستن ظرف‌ها، تا شستن ماشین، ساختن ساختمان‌ها با آب شرب تصفیه شده، خب اینا نیاز به الگوی مصرف دارد. به مردم که میرسه برای شستن ظرفاشون هم باید صرفه جویی کنن، اما پاسدارا تا دلتون بخواد سد درست میکنن و آب میدوزن و دریاچه خشک میکنن. ببین قلب دریاچه ارومیه اون 14 رودخانه‌ای که به سمتش جریان داره و هنوزم جریان داره، ولی ما اومدیم جلوی این مویرک‌ها، این سرخرگ و سیاه‌رگ‌ها 105 تا سد زدیم. 105 تا سد و مخازن این سدها 4.7 میلیارد متر مکعبه. نیاز آب دریاچه ارومیه 3.4 میلیارد متر مکعبه. حبابش خب معلومه دریاچه خوش میشه. بعد توی این وضعیت تبلیغ غنیسازی هم میکنن. چرا غنیسازی اورانیوم از نون شب واجب تره؟ غنیسازی اورانیوم یکی از مهمترین و پرچالش‌ترین بخش‌های فناوری هسته‌ای در جهانه. دنیای وسیع انرژی هسته‌ای از نیروگاه‌های برق تا تولید داروهای نجات بخش برای بیماران سرطانی رو در بر میگیره. بدون غنیسازی اورانیوم بسیاری از نیروگاه‌ها، راکتورهای تحقیقاتی و حتی پروژه‌های فضایی قادر به فعالیت نیستن. اینم وضعیت هواپیماهاشونه. پیچش با دستم باز میشه. خدایا تنها تو را میپرستم و تنها از تو یاری میجویم. پروردگارا در همه کارها تو حافظ و یاور مایی. بارالها در این سفر ما را در امان بفرما. مدرسه مگه کمک خلبانه؟ مگه داری برای مسافرها حرف میزنی؟ آخه چه طرز دعا کردنه؟ باید با گریه بگی، باید التماس کنی. چجوری بگم؟ خدایا همه ما رو عاقبت بخیر بگردم. خدایا ممنونم ازت. خبر تو خبر
مشنگستان این هفته رو با ترس این تئوریسین مشنگ از شکاف تو نظام شروع میکنیم و حتی جلسه سران قوا رو زدن، فرمانده های سپاه رو زدن، شهید کردن، دانشمندا کشید، بمب افکناشون اصلا تا حالا اینجوری سابقه نداشت. و البته به شما بگم علتش چیه؟ علت اصلیش سیگنال های ضعف بود که از داخل کشور داده شد و هنوزم گاهی داده میشه. بعضی سوال میکنن آیا دوباره آمریکا و انگلیس و اسرائیل ممکنه دوباره حمله کنن یا نه دیگه؟ چند درصد احتمال اینا؟ اگر ضعف نشون بدید قطعا حمله میکنن. اگر بگید نمیشه، نمیتونیم، آی بعد خرابه، آی فلان، جواب ندیم، دو صدایی اگر بشنون، وقتی دو صدایی میشنون حتما حمله میکنن. البته کار از این روزه ها گذشته و جنگ و دعوا تو نظام ولایت روز به روز داره بیشتر میشه. اول اینو گفتم که بدونید که اینقدر مردم میکنید، اون مردمی که شما ازش دارید صحبت میکنید همونایی هستن که به شما فقط رأی دادن. یعنی بیشتر از اون آقای رسایی، اینو من برادرانه دوستانه به شما میگم، خیلی سخته. من نمیدونم چه حسی داره آدم 98% مردم یک کشور منفور 98% مردم یک کشور باشه. خیلی حس بدیه. وقتی این اتفاق میفته ما میریم تصمیمات اینجوری رو سعی میکنیم به قبولونیم از زبون مردم. دوستان آقای رسایی همین هستن. من به جرئت قسم میخورم آقای رسایی و دوستان جرئت ندارن تو خیابون راه برن. جرئت ندارن تو خیابون، چون همون مردمی که دنبال آمارشون هستیم جوابشون خیلی خیلی بد میدن. ما بیایم اینجا صحبت بکنیم. این هم یک چشمه از فساد و دزدی توی نظام ولایت. معاون قوه قضاییه فاسد از کار در اومده. امام جمعتون مشکل داشته، ایشون تو خواب بود، انگشتشو بردن زدن. اون کسی که زد که باید محاکمه بشه. که چرا من تو الان 3 روز تهرانم و تهران میخوابم، خیلی هم دارم در خونه رو باز میذارم شب که خوابم اینها، یک کسی بیاد یه باغ ازگل چیزی به نامم بزنه و هیچ کس نمیاد. من هرچی خسته شدم از بس کسی نیامد. این تهرانی‌ها چقدر تبعیضن، چقدر منم آخوندم اونجا میخوابم، هیچ کس نمیاد یه باغ ازگل که هیچی، یه باغ 100 متری هم کس نمیاد به اسمم بزنه. این یکی هم اینطوری پنبه نگاه عظما به شرق رو میزنه. خود آقای پوتین که حالا بالاخره برای خیلی ها الان در داخل ایران متاسفانه یک قداستی پیدا کرده، از جمله مجلس ما که مثال زدم و متاسفانه یه جورایی دوره بحث میشه که من یادم هست حتی حزب توده هم اینجوری واقعا بحث نمیکرد.